ما هرچی بوده ایم همانه، ما صوفیان ساده سرگردان درویشه های گم شده دورگرد. حتی درون خانه خود هم مهمانیم، اما کجاست خرقه و کشکول ما؟ میخواهم از کنار خودم برخیزم تا با تو در سما درآیم. این دفتر سفید قدیمی، این صفحه خانقاه من و توست. وقت من پشت میز خود بنشینم، وقت تو در هیئت الهه الهام، آرام و بی صدا، مثل پری شناور در باد، یا مثل سایه پشت سرم راه می روی. و دفتر و مداد و کتابم را که در کف اتاق پراگنده اند از روی فرش کوچکمان جمع می کنی، بی آنکه گرد هیچ صدایی بر لحظه سرودن من سایه افکند. آرامش حضور تو در عطر خیال را بر خلسوار خلوت من می پراگند و خرقه تبریک من دسته های توست. پس گاهی بیا و پشت سرم لحظه بمان، دستی بر روی شانه من بگذار تا از فراز شانه من این سطره‌های در هم و بر هم، این شیرهای مبهم خط خورده را در دفترم بخوانی تا سطرهای تار روشن شود، تا من قلم به دست تو بسپارم، تا تو به دست من بنویسی. بعد یک استکان چای پس از خستگی، این هم شراب خانگی ما، بی ترس محتسب. آنگاه در خانقاه گرم نگاه تو ما هر دو بال در بال بر سطرهای آبی این دفتر سفید پرواز می کنیم. این اوج ارتفاع من و توست. در ودود عود و اسفند همراه با واژه‌های رها در هوا، رقص نگاه ما چه تماشایی است. این حلقه سماع من و توست، این حلقه سماع من و توست. قیصر امینپور.